من هیچ وقت آسیب نمیبینم. نه واقعا. چی؟ یه کوچیکشو اجرا می‌کنی از رپا رو. من که خودم که نمیتونم اجرا کنم، رپر چرا دیگه نیستم. رپر رو بخون؟ مثلا این تیکش سرش داره به ایلانا میگه که اگه قرار اون قلبه رو بسازی سعی کن مثل رپ گفتم کلماتو دونه دونه کنار هم بچینی، 1% 2% کمچر طور بدنت یخ میزنه بخوری یه لیوان پر، استخونات قوی شن حتی وقتی هستی پیر، شاید دلت نخواد ولی بهت میدن گیر. میشه نوشیدنی برام بیاری؟ حتما. من آب، چایی، شیر دارم. چه مدل شیری؟ نمیدونم، شیر بدون چربی. این همه قلب چی اینجا داری؟ بدون چربی؟ عمرم من شیر بدون چربی نمیخورم. دارم روشون مطالعه میکنم. رو قلب؟ آره. چرا؟ واسه یه کاری. اوریگامی؟ آره. یکی میاد پول میده که واسش قلب تا بزنی؟ نه. پس واسه چی میخوای قلب درست کنی؟ یه پروژه است، دارم سعی میکنم بالون شبکه قلبی درست کنم. شبکه چی؟ یه پروژه است که یه تیم تحقیقات پزشکی سفارش داده. قلب یه کمی پیچیده است. چیه؟ واسه یه بچه احمق مثل من زیادی پیچیده است؟ نه. خب پس چی؟ باش. ببین، تو درمان نارسایی احتقانی قلب معمولاً باید عمل جراحی قلب باز انجام بدی. عملش یکم خشنه چون باید جناق سینه اون آدم رو بشکافی. اینجا مچتو نشونم بده. سرش مچش را بالا میگیرد. ایلانا همانطور که حرف میزند از مشت خودش به عنوان بالون قلبی استفاده می کند و با حالت پانتومیم به آهستگی دستش را از دور مچ سرش باز می کند. ببین، قلب تقریباً اندازه مچ دستته. خب این دکترها یه راهی رو روش کار کردن که یه لوله کوچیک رو تو سینه آدم قرار میدن، بعد از طریق اون لوله یه شبکه توری رو پمپاژ میکنن، یه جوری که وقتی از اون لوله در میاد یه جوری تاهاش باز میشه، دور قلب رو میگیره، اون فشاری که قلب برای تپیدن لازم داره رو براش فراهم. دستش را دور مشت سرش میپیچد. یه مدل درمان جدیده. درسته. وظیفه من اینه که یه الگوی تا خورده برای این شبکه مشبک طراحی کنم تا دقیقاً اطراف قلب باز شه. قراره ضربان قلب رو محاسبه کنی؟ بیا امیدوار باشی که بتونم. منظورم اینه که قلب همیشه در حال پمپاژ کردنه. سرش مشتش را فشار میدهد و آن را با ریتمی تند تکان میدهد، انگار که قلب تپنده‌ای باشد. آره، قلب همیشه در حال تپیدنه و البته ما داریم اینجا درباره یه سری الگوهای خطی خیلی جدی صحبت میکنیم. چیزی که اینجا مهمه قابل پیش بینی بودنشه. چطوری قابل پیش بینی باشه؟ ببین، برای مثال اگه من بخوام این کاغذ رو تا بزنم، تا زدنش تقریباً تمام شده که متوقف میشود. چیه؟ چی شده؟ هیچی. تو چرا یه چیزی تا نمیزنی؟ نه، ولی اون چیزی که میخواستی نشونم بدی رو نشونم بده. بعدن الان میخوام تو یه چیزی درست کنی. ولی خب چجوری میخوای اونو درست کنی؟ بالاخره میفهمم چجوری. چجوری آخه؟ میفهمم. بهتره کن. سروش دست مشت کرده‌اش را به سمت ایلانا میگیرد برای کوبیدن مشت‌ها به هم. چیه؟ بزن. بجنب همین الان مشتو بکوب. ایلانا خیلی معذب مشتش را به مشت او میکوبد. آها حالا شد. انگار قلبامون داره میکوبه. کوبش قلب. دوپس دوپس. سرش اطراف آپارتمان میگردد و به مدل‌های ایلانا نگاه میکند. یک خرگوش اوریگامی را از توی کتابخانه برمی‌دارد. خب اندی گفت تو پروژه آخری دبیرستان داری. اندی کیه؟ فرودو فرفولک. گفت شاید بخوای مثلا اوریگامی یاد بگیری. البته فکر کنم حقیقتش اینه که من نمیدونم تو اصلا برای چی اومدی اینجا. اینجا خیلی باحاله. آره، اینجا خیلی باحاله. این چیه؟ خرگوشه؟ آره، شبیه خرگوش نیست. به هر حال خرگوشه. شبیه سگه. این یه خرگوشه باشه؟ من اگه درست کنم خرگوشم بهتر از این میشه. بکن ببینم. گوشی سرش زنگ می‌خورد. بعد از نگاه کردن بی صدایش می‌کند. کل حرف من اینه که اگه قراره یه بالون قلبی شبکه‌ای طراحی کنی که قراره توی سینه یه نفر بتپه، اول باید روی بهتر درست کردن خرگوشات کار کنی. مرسی از نصیحتت. واقعا فکر می‌کنی خرگوش خوبه؟ نه، اوکی، اون خرگوش خوب نیست، ناقصه،
فاقد ذات خرگوشیته، ولی قرار نیست هر بار که کاغذ دست گرفتیم یه اوریگامی بی‌نقص درست کنیم. ما با مدل‌ها ور میریم، باشون بازی میکنیم، الگوهای مختلف تا زدن رو تست میکنیم، بعدش تازه اگه خوش شانس باشیم یه مدلی در میاد که یک کم استانداردهای زیبایی شناسیمون رو ارضا کنه. اوکی؟ پس آره اون خرگوش افتضاحه که چی؟ یه طرح اولیه است. آره یه طرح اولیه از یه سگ. سگ نیست، خرگوشه. سرش به اون نگاه میکند و دوباره شروع به بررسی خرگوش میکند. تو اصلا طرح اولیه نمیزنی، درسته؟ ها؟ نمیخوای سعی کنی از یه مدل سر در بیاری، فقط انجامش میدی، درسته؟ یه چیزی رو میبینی بعدش میدونی چجوری باید درستش کنی. نمیدونم. ببین من مدلاتو دیدم. اونایی که فرودو آورد برات آره اینهاش. اونقدری هم خوب نیستن. میشه همین الان یه چیزی واسم تا کنی؟ چرا هستن تو خیلی کارت خوبه. حسش نیست. اصلا چرا اومدی اینجا؟ فرودو چی؟ اون گفت بیام، خیلی هیجان زده بود و این حرفا. حدس میزنم که تو واسش مثل قهرمانی چیزی هستی. خلاصه که اون گفت بیا. فرودو رفیق جینگمه، میدونی؟ واسه همین اومدم. چی داری میگی؟ فرودو گفت سگت فرار کرده. اینم گفته بهت؟ آره درباره‌اش حرف زد. انگار خیلی نگران تو و داستانات بود، به خاطر طلاق تو و سگت که در رفته و اینکه اینجا زندگی میکنی و تلفن جواب نمیدی و این داستانا. خیلی خوب بسه. این روزا انگار همه یه چیزایی ازم میدونن. محل نگهداری سگای به خانمان سر زدی؟ آره سر زدم. یه ماه هر روز همشون رو گشتم. معلومه که اون محل نگهداری های مسخره رو گشتم. خب پس کجا رفته؟ نمیدونم. معمولا سگو باید ببندیش. ای خدا. ببین سگ من 12 سالش بود، 3 تا پا داشت، دندون نداشت، گوشم نداشت. هر جایی که فرار کرده دیگه زنده نیست. فکر کنم بعضی حیوونا دوست دارن تنها بمیرن. گوش دیگه چرا نداشت؟ صاحب قبلیش با قیچی باغبونی بریده بودشون. چرا؟ نمیدونم، شاید چون صاحب قبلیش یه آدم گوه بیرحم بوده که قراره تو جهنم جزغاله بشه. وقتی این بلا رو سر یه سگ بیاری حقت اینه تو جهنم جزغالشی، به همین سادگی. گربه چی؟ گور بابای گربه ها. ببین بالاخره قراره یه چیزی تا کنی برام یا نه؟ چون اگه نمیخوای اینجا باشی فقط کافیه در رو باز کنی و بری. دلت براش تنگ شده؟ برای سگم؟ آره. خودت چی فکر میکنی؟ به نظرم باید دلتنگش باشی. هستم. فرودو گفت که چون سگ فرار کرد طلاق گرفتی. فرودو زیاد حرف میزنه. به ترکون. تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ چجوری حرف میزنم؟ مدلی حرف میزنی انگار کلمه ها مال خودت نیستن. همون جوری که باید حرف بزنم حرف میزنم. ولی یه دلیلی داره که همینجوری که باید حرف بزنی حرف میزنی. تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ من فقط سوال کردم. فکر میکنی باید مثل هندیا حرف بزنم؟ اصلا. پس به نظرت باید چجوری حرف بزنم؟ هر جور دوست داری. اوکی من همینجوری هم که هستم. چرا یکم اخلاقتو درست نمی‌کنی؟ چرا نمیری درتو بذاری؟ ببخشید. داری میگی چرا این سیاه‌پوستا حرف میزنم؟ نجات پرست. خفه شو. من مجبور نیستم جوری حرف بزنم که دوست ندارم. پتیاره. تو الان به من گفتی پتیاره؟ آره پتیاره. بهت گفتم پتیاره. گورتو از استودیوی من گم می‌کنی عوضی. باشه. گم شو. موبایل سروش زنگ میخورد. آروم باش. فقط برو بیرون. موبایل زنگ میخورد. سروش فقط به آن نگاه میکند. باید اینو جواب بدم. بیرون جوابش بده. جدی میگم. سروش جواب میدهد. صدا و رفتارش کاملا تغییر میکند. رویش را از ایلانا برمیگرداند. نمیخواهد ایلانا او را ببیند یا صدایش را بشنود. سلام بابا. چی شده؟ راحل کجاست؟ بابا فقط در فریزر رو باز کن. توی کیسه مرغ هست. درش بیار بذارش تو سینک. من حلش میکنم باشه؟ میدونم گرسنه‌ای. میدونم. تو فریزر، سینک، نه هیچ اتفاقی نمیفته. فقط یخش باز میشه. همین الان میام خونه غذا میخوریم باشه؟ باشه. خداحافظ بابا. قطع میکند. من باید برم. ببخشید بهت گفتم پتیاره. زری که زدم خیلی غیر محترمانه بود. من رفتم. آشپزی میکنی؟ ها؟ امشب تو غذا درست میکنی؟ هر شب من غذا درست میکنم. چند بار میخوای روی اون قلب طرح اولیه بزنی تا آماده بشه؟ هر چقدر لازم باشه. اگه کار نکنه چی؟ نمیدونم، امیدوارم کار کنه. آره ماده واسطه چیه؟ یه چیزی مثل فیبر مصنوعی؟ یه چیزی تو همین مایه ها. لعنتی. خیلی سخت چیناش قراره حسابی دیوونت کنه. شک ندارم. میدونی اون روز درباره چین زدن چی یاد گرفتم؟ میدونی بهترین راه واسه از بین بردن چروکا چیه؟ باید با یه چروک دیگه ترکیبش کنی.
سروش مشتش را به سمت ایلانا میگیرد و او معذب مشتش را به آن میکوبد. ایوه قرار سرویست کنه. صحنه سوم. نورها جابجا شدند. زنگ در به صدا در میآید. ایلانا در را باز میکند. چند لحظه بعد اندی وارد میشود. هی هی مرسی که اجازه دادی بازم بیام اینجا. آخ چه خنگیم من. تمام عمرم نشده بود جاش بذارم. بدون اون انگار گم شدم. اوضاع چطوره؟ با سروش چطوری پیش رفت؟ اون که به نظرم خیلی درباره تو هیجان زده بود. واقعا؟ آره معلومه. خیلی هیجان زده بود که قرار پروژه پایان ترمش اینجا انجام بده. کارآموز جادوگر. اون بهم گفت پتیاره. چی گفت؟ گفت برو درتو بذار. چی؟ غیر اینو بچه خوبیه با استعداده. ببین من واقعا شرمندم. اصلا نمیدونستم سروش چه کاری بود کردی. این همه را اومد اینجا هیچی تا نزد. حتی از تا زدنم خوشش نمیاد. گفت اومدنش اینجا فقط به لطف تو بوده. اینو گفت؟ لطف به من امروز خیلی تو کلاس هیجان زده بود. گفت تو فوق‌العاده بودی یا از این حرفا. موجود عجیبیه. و خواست که اینو بدم بهت. اندی یک خرگوش اوریگامی کوچک بیرون میآورد. یه خرگوشه واسه تو درست کرده. اسم پسر متنفرم. نه خیلی بچه خوبیه باور کن. ازم خواست بهت بگم بازش کنی. گفت توش پیغام واسط داره. آره شرط میبندم واسه یه پیغام داره. طوله. خب در مورد دفترچم همونجاست. عالی شد. فکر کنم دیگه بابت بردن شاهین خیلی هیجان زده بودم. اینم بگم شاهین محشری بود. الان تو آشیانه است. ببین من یه اتاق کوچیک دارم اسمشو گذاشتم آشیانه، جایی که توش تا میزنم. ایلانا مدل را باز کرده. سروش چیزی برایش نوشته میخواند. چی میگه؟ نمیدونم یه چیزی شبیه شعره. یه شعری توی یه خرگوش. میبینی چقدر بچه باحالیه؟ شما مردا چتونه؟ سرش برام شعر مینویسه. تو هم درباره کتابم مینویسی. طرای ماهی، لباس مسخره‌ای که تو فستیوال پارسال تابستون پوشیدم. چی؟ نعماتی که میشماریشو. لباست؟ من که اون رو نخوندم. این یکی رو نخوندمش اصلا. درسته. کلشو خوندی؟ دفتر تو؟ خب چی بگم؟ دفترمو خوندی؟ جاش گذاشته بودی؟ خوندیش؟ نباید دفتر کسی رو بخونی. من خوندمش اندی، ولی میشه یه لحظه به هم این گوش بدی؟ خصوصیه، یه چیز خیلی خصوصی. خودت درش آوردی برام ازش خوندی؟ آره قسمتایی که خودم انتخاب کرده بودم. اینجا بود منم برش داشتم. بعدش چطوری بگم الکی ورقش. باید به فکرت میرسید که چیزی که دستته یه مقدار شخصیه، نباید میخوندیش. کلی چیز دیگه اینجا هست واسه سرگرمی. نباید میخوندمش اندی، نباید میخوندمش، متاسفم. ولی خب یکیشو خوندم بعد نتونستم ول کنم. اندی شروع به راه رفتن میکند و ناگهان میایستد. ببین برای یه مدت طولانی من کلاسای تا زدن ماهی پارسال تابستون که اومدم تو یه لباس سبز پوشیده بودی. اون لباس سبز تابستونیه. واسه همین بود که نتونستم ماهی رو تا بزنم. فقط نگاهت میکردم که تا میزنی و حرف میزنی و راه میری و من ازت خوشم میاد. یعنی خیلی به نظرم جذابی. میدونم تو دفترچه بود. ای وای. اندی گوش کن. مردم 2 تا وجه دارن. اوکی، وجه درونی و بیرونی و اصلا دلم نمیخواد که همه بیان دفترچه‌مو بخونن. هیچکس قبلا اینو نخونده بود. مردم بیشتر از 2 تا وجه آره دارن. بعضی مردم شاید، ولی من نه. این وجه بیرونیمه، اون وجه درونی. ولی چی؟ چی؟ فوق‌العاده است اندی. نه نیست. هست در این حال خیلی هم عجیب و غریبه. ولی یه جوری منظورم اینه که بذار اینجوری بهت بگم. یکم چندش بود که خودم رو تو اون دفترچه میدیدم. اسم میکردم به حریمم تجاوز شده. من متاسفم ولی قرار نبود تو بخونیش. ولی خیلی از این حرفا بیشتره. خیلی چیزا اون تو بود که تلاش کردم ازشون سر در بیارم. یعنی یه جورایی مثل یه کاتالوگ بود از همه چیزایی که تا الان برات اتفاق افتاده. حتی دندون عقلت، حتی پشه خوردگیت. ببین حتی چقدرشو خوندی؟ همشون. ای وای. من باید برم. نرو. ببین حالا دیگه همه جزئیاتی که قرار بود بهت بگم و میدونی. هر چیزی که ممکن بود یه روزی بخوام بهت بگم الان دیگه همشو میدونی. بس مرسی که گذاشتی بشناسمت. مرسی، خداحافظ. لطفا نرو. میشه یه دقیقه وایسی. منظورم اینه که تو
به زور اومدی تو، شاهینمو گرفتی، دفترچه نعمتاتو جا گذاشتی. میدونی خیلی خوب میشه اگه یه دقیقه بمونی. میشه یه دقیقه بمونی؟ اندی برمیگردد جوری که انگار تصمیم گرفته کمی بیشتر بماند. من 7 تا دندون عقل داشتم. عکس دندونم تو مجله سالانه دندون پزشکا بود. فکر کنم یه جوری معروف شده بودم. آره میدونم، خوندمش. معلومه که خوندی. ولش کن. شعر سروش درباره چی بود؟ درباره سگم بود. چه خوبه یه شعر درباره سگ باشه. باید یه چیزی رو بهم بگی. من دفترچه‌تو خوندم، 2 بارم خوندمش اندی. یه چیزی هست که باید بهم بگی. باش. نزدیک 25 بار یا بیشتر اینو نوشتی تو دفترت: من هیچ وقت آسیب نمیبینم. نه واقعا. خب ندیدم دیگه. بعدم این که میدونی این دفترچه پر درده. همه اون اتفاقای وحشتناک و سختی که برات افتاده، پدرت، مادرت، خواهرت، اون زمانی که تصمیم گرفتی استندآپ کمدی کار کنی. خب این یکی رو دیگه واقعا آرزون بود نخونده باشی. خب حالا میتونی بهم بگی چطوری میتونی واسه همه اینا شکرگزار باشی؟ نمیدونم. منظورم اینه اصلا نعمت چی هست؟ هیچی؟ میتونه هیچی نعمت باشه؟ نمیدونم دقیقاً چی هن. احساساتم هم بهشون فکر میکنم، مینویسمشون. این کاریه که میکنم. و اینکه من یه بار بیشتر آسیب ندیدم. آرنجم آسیب دید. درد نعمت نیست. من اینکه کاملا دیوونه باشه، وگرنه چیزی نیست که بشینی و بابت شکرگزار باشی. میدونم که نیست. نمیدونم، شایدم باشه. خوشایند نیست ولی حداقل واقعی. به هر حال این دفترچه منه که چیزایی که میخوام توش مینویسم. انتظار ندارم بفهمیش. هیچ که من رو نمیفهمه. ایلانا با احتیاط به سمت اندی میرود و او را میبوسد. بعد چند قدم دور میشود. ای وای. اندی چند قدم به عقب به سمت ایلانا میرود. با اضطراب خم میشود و طولانی‌تر او را میبوسد. نور عوض میشود و موزیک هیپ هاپ فضا را پر میکند. سرش وارد میشود و شروع به تمیز کردن فضا میکند. سرانجام اندی و ایلانا خارج میشوند. خب ما تا همین جاشو میکنیم ولی بعدش دربارش گم. نمیدونم کجای متن بود، چون یا دمنت بود یا مثلا یه چیز شبیه به این بود مثلا، ولی نمیدونم کجاش بود که کلمه چی بوده. خیلی سعی کردم بیارمش یه جایی که کلمه به فارسی نزدیک بشه، چون اینم یه بچه مثلا یه تینیج 16 ساله است که ادبیاتش اگه بخوای آمریکاییشو در نظر بگیری که هیچ اینجا اصلا معنی نمیده. مجبوری یه جوری تبدیلش کنی به حالتی که مثلا چه میدونم تینیجرهای مثلا 10-90 اینجا حرف میزنن، 10-80 اینجا حرف میزنن. سعی کردم کلمات رو شبیه اون بکنم که مخاطب ایرانی بفهمه، حداقل شنیده باشه یه چیزایشو. بخاطر همین کلمات، ولی یه جایشو واقعا نمیشد، یعنی فوشا رو واقعا نمیشد هیچ کارش کردی. خیلی فوش میده سرش کلا در طول متن، ولی یه جایشو آوردم، یه جایش هم مجبور شدم حذف کنم دیگه، کامل نیست. خب رپاشو چی کار کردی؟ رپاشو از من برادرم موزیسینه و خیلی خوب میشناسه، هجاها رو میشناسه، چه میدونم موزیک رپ و کامل میتونه قشنگ اصولی توضیح بده. ازش کمک گرفتم یه سری قافیه هایی که بعد مشکل اصلی که با رپ داشتم این بود که یه مفهومی توش بود که اون مفهومه رو باید منتقل میکردی ولی باید هجابندی فارسی میشد دیگه، نمیتونست انگلیسی باشه. یه کمی سرکله زدیم و یکم حامد کمکم کرد در اومد دیگه. خیلی فوش داشت. الان به بچه‌ها گفتم که چیا داشت که الان نمیتونم بگم چیا داشت، ولی اونا رو مجبور بودم جایگزین کیم کارداشیان داشت و اون مشخصه‌های اصلی کیم کارداشیان رو کامل توضیح میداد در موردش. اونا رو مجبور بودم حذف کنم تا ولی خوب در اومده با وجود. آره سعی کردم. برامون اجرا می‌کنی؟ چی؟ یه کوچیکشو اجرا می‌کنی از رپ‌ها رو؟ آره. من که خودم که نمیتونم اجرا کنم رپ. چرا دیگه رپ رو بخون دیگه برامون. میتونم بخونم صرفا. دیگه قبلش رپ کرد. نه الکی میگه توی تمرینا. من رپ که نمیتونم بکنم ولی میتونم بخونم فقط.
صفحه چنده؟ صفحه 55. ببین مثلا این تیکش سرش داره به ایلانا میگه که یکم شل کن، سعی کن که اگه قرار اون قلبه رو بسازی سعی کن مثل رپ گفتم کلماتو دونه دونه کنار هم بچینی یه مجموعه کاملی در بیاد. میگه وقتی از قسمت پیچیده‌اش که شروع میکنی کار خیلی سخت میشه، ولی اگه تیکه تیکش بکنی خیلی راحت تر به نتیجه میرسی. بعد اینجا به ایلانا میگه که خب 2 کلمه به من بگو همینجوری من یه رپی برات بخونم. و اونم میگه که شیر. میگه یه مسخره بازی زنه یه کلمه درست بگو. میگه نه من کلمه گفتی انتخاب کن شیر. حالا مثلا اینو برای شیر داره میگه 1% 2% کم چرب تور، بدن یخ میزنه بخوری یه لیوان پر، استخونات قوی شن حتی وقتی هستی پیر، شاید دلت نخواد ولی بهت میدن گیر، همش تو فکر مبارزه با پوکی استخوان ولی یه سری حرومزاده اینو نمیخوام، با استخونای داغون میگیری حالیتوز، میشکنی و خورد میشی میشکنی و خورد میشی بدون لاکتوز. این مثلا یه تیکه‌ای بود که در مورد چیز بود. بعد دوباره مثلا یه تیکه دیگه میگه که یه تیکه خودش نوشته مثلا میخواد بخونه که این یه جایش اصلا از مفهوم خارج میشه، ولی رفیقم ایلانا خودش نمیدونه ولی مثل مریم مقدس میمونه، لبنیات و شیر کم چرب میخوره چون فایده کلسیومو میدونه، استخوناشو صفر میکنه حالشو خوب چون این کاریه که فقط کلسیوم میتونه، چون این لانای خودمونه، هموژنیزه میکنه مادر نمونه، شاید فرق کنه ولی در واقع همون احساس تند رو سیب زمینی سرخ کرده، عرقشو در میاره انگار تو سونا استراحت کرده، حالا که دیگه نیست راه ابریشم دختره شیرفروش دیده شده کم، مثل کلیس همون معادل کیم کارداشیان، مثل کلیس میلکشیک میده تا خود هنگ کنگ روسه و سفیده و نمیبنده لنگ مونگ، همینجوری پیش میره کجدار مریض مثل یه قصه ای که تهش معلوم نیست، چت و نشست همیشه مثل آیس کیوب به این میگن یه دختر خوب. این آره. الان این مثلا همین تیکه نمیبنده لنگ مونگ و مجبور بودم در کل اون چیزایی که در مورد لخت بودن این آدمه داره میگه رو من بیارم یه جوری برش کردم. خیلی خیلی خوبه. اینجا ترجمه کردم، استاد اینجا نشستن، اینجا ترجمه کردم واقعا یه چالش جالبش اینه که تو فقط تبدیل کنی یه چیزایی رو که گیر ندم بهش. این داستان اینجوری داره. من سلامت بشی لطفته. حالا حیوانات کاغذی غیر از اینکه ترجمه و اینا رو حالا درباره‌اش حرف زدیم خیلی هم عالی بود، بخوایم درباره خودش هم حرف بزنیم، نمایشنامه روانشناسانه‌ایه نه اینطوری نیست؟ آره ببین راجیو درسته، راجیو جوزف خودش یه نویسنده‌ای بوده که از اول از بچگی با این مشکل غریب بودن توی جمع مواجه بوده. این تو زندگی نامش هست که مادرش آلمانی فرانسوی آمریکایی بوده، پدرش هندی بوده و این هندیه بیشتر انگار توش مونده بوده و بچه‌ها تو مدرسه مسخرهش میکردن و اکثر متنایی هم که نوشته یه جورایی ربطی به اون وجه غریب بودن ملیتی این آدمه داره. حالا خانم نصراللهی ترجمه کرده دو تاشو بیشتر ترجمه کردی. یکی ببر بنگار در باغ وحش بغداده که اصلا داستان تو عراق میگذره و یکی هم زخمای عمیق زمین بازیه که بازم اون وجه نویسنده ها رو دقیقاً داره. یه کمی این حس ایرانیایی که میرن اونور رو شاید داشته باشه، یه کمی شاید من که زندگی نکردم اونجا، ولی این غریب بودنه رو تو همه کاراکترش داره. سرش تو این متن خیلی این مدل حرف زدنش، الان همین رو داشتم به بچه‌ها میگفتم، مدل حرف زدنش دلیلش اینه که اگزاجره دلش میخواد شبیه آمریکایی‌ها باشه چون قبولش نمیکنن و این سعی میکنه اسلنگ استفاده کنه، رپ گوش بده، هیپ هاپ گوش بده که بگه من مثل شماهام، یعنی میدونیم قبولش کنن تو اون جامعه و همه متنش هم همینو داره. اینش اصلا خیلی جذابه. من یه چیزی در موردی که اصلا چه جوری شد که این متن رو ترجمه کردم بگم. من یه دوست مشترکی دارم با خانم نصراللهی که تو انتشارات مهرگان خرد هستن به اسم رفیق نصرتی، حالا شاید بعضیتون بشناسنش. بعد رفیق روز من بهش گفتم، داشتم صحبت می‌کردیم، گفتش که مثلا یه متنی هستش که مثلا خیلی باحاله و فلان و اینا،
و منو در واقع معرفی کرد به خانم نصراللهی، متن داد به من. جالبیش این بود که خود خانم نصراللهی این قبل از این دوتاشو ترجمه کرده بود، یکیش قبلش بود. حتی اینم ترجمه خود، این جالب شد. بعد حالا به هر دلیلی من شانس آوردم که این متن در نهایت رسید به من و چقدر تجربه جذابی بود واقعا. یعنی هم متنه هم کار کردن کلا با انتشارات مهرگان خیلی واقعا تجربه جذابی بود کلا بی‌طرف. خب من میخوام درباره رابطه این سه تا شخصیت بیایم دربارش با هم حرف بزنیم. اول بپرسم از شما درباره این سه تا شخصیت اگه نظری دارین چه جوری بود تا اینجایی که شنیدین، حالا هوا چی دستتون رو گرفت؟ بازیگر شخصیت زن رو شما آسیب دیده بازیش کردی، یعنی بیانش بیان یک زن آسیب دیده افسرده. سعی کردم بالا و پایینش رو بگیرم، حالا چقدر موفق بودم نمیدونم، ولی خب تلاشم این کردم. کاراکتر اینطوریه، یک زن بیشتر آسیب دیده هست، ولی آسیب دیدگی رو یه جورایی تو پرخاش کردن هم پنهان میکنه، پشت خود بزرگ بینیش، پشت خود شیفتگیش، پشت همه اینها اون آسیب دیدگیه رو از نظر من داره یه جورایی سعی میکنه پنهانش کنه. اندی میبینه، سرش هم میبینه، ولی هر دوشون میان یک بازخورد متفاوتی به این آسیب دیدگی میدن. اندی مثلا میاد در حد خدا میبرتش بالا، شیفتش دائم ازش تعریف و تمجید میکنه، ولی سرش اینجوریه که نه بابا بیا پایین. میدونی دو تا برخورد متفاوت دارن با یک آسیب یکسان. رود بودن سرش کاملا مشخص بود. می‌خوام شما یه کاراکتر کاملا رود، خیلی هنجار شکن و خیلی کلاسیک دیدم اندی رو. درست دیدم یا نه؟ اندی، ببینید اندی بخوایم بگیم از اینایی بوده که از مثلا یه نرد بوده کلن، یعنی از اولش این شکلی بوده که فقط معادل ایرانیش میشه عینه همین بچهای دور و برمون که پدر مادرش میگن فقط تو باید بشینی درس بخونی، هیچ فعالیت دیگه ای نداشته، دوست زیادی نداشته در زندگیش، آیکیو بالایی داره، ایکیوش خیلی پایینه و نمیتونه با آدم ارتباط برقرار کنه. رفته سراغ اوریگامی با خاطر اینکه فعالیت تک نفره است و اینکه اونجا یه نفر دیده که چیزی که من، حالا این تو نیست ولی چیزی که من تو اندی دیدم، یه تصویری دیدم که انگار دفعه اولی که دیده مثلا اون لانا داره تا میزنه با قول خودشون و اوریگامی درست میکنه، انگار که تصویری یه جوری بوده انگار شیفته این شده که این چقدر اصلا به دور و برش اهمیت نمیده، داره تو لحظه داره زندگی میکنه و تو لحظه داره اون کارا رو انجام میده و اعتماد به نفسش خیلی زیاده. و این برای آدمی که هیچ ارتباطی با جلوتر میفهمیم که کلا در زندگیش یه رابطه داشته و اون رابطه هم تموم شده، هیچ رابطه‌ای با جنس مخالف نداشته، این خیلی جذاب بوده. یه کمی هم من اندیو اگر اونجوری نگاه بکنیم یه کمی رابطه‌ای حساب بکنیم، مثلا بهش میگن طرف سابه، یعنی دوست داره که یعنی دوست داره که قدرت بهش اعمال بشه و این قدرت رو لانا داره بتا انگار. آره، و اینکه دوست داره که یه نفری باشه بهش بگه این کارو بکن اون کارو نکن و حتی شاید تحقیرش بکنه. کاراکتر سابه کلا. ایلانا هم اینطور بود. بعد از اینکه سرش بهش توهین کرد، مخاطب این انتظار رو داشت که الان بزنه ایلانا زیر میز و سرش رو پرت کنه بیرون، ولی بعدش هم نیومد از تحقیری که شده بود. اون دلیلش شاید بخش من دارم بگو تو فقط خودت بگی که بهتره که من یکم این شکلی دیدم. داستان شاید اون تحقیره نبود، داستان بیشتر این بود که یهو به خودش اومد دید یه بچه 16 ساله‌ای جلوشه که مجبوره برای پدرش غذا درست کنه. یعنی یهو به خودش اومد انگار که گفت من چیکار دارم میکنم، این بچه‌ست، خب معلومه که سنش اینجوریه که باید پرخاش کنه، ولی از اون ور وضعیت زندگیش اینه، باید الان بره شب برای پدر مادرش، بچه 16 ساله، برای پدرش خواهرش در واقع غذا درست کنه. انگار پشیمون میشه از کاری که کرده. در ایلانا دیدی؟ ایلانا یا سرش؟ نه.
در ایلان؟ یعنی یک احساس مادری داشت نسبت به سورش یا نه؟ آها، این یه ذره پیچیده است، مجبور میشیم پایان بندی رو لو بدیم. چون جلوتر که میره مدل رابطه تغییر میکنه. هم اون حس مادرانه هست ولی اون حس مادرانه تبدیل به یه چیز دیگه میشه. انگار اون خلاهایی که ایلانا داره یهو سورش اینجوری میزنه بالا و میتونه ببینتشون، میتونه لمسشون کنه، کاری که احتمالاً دلش میخواسته شاید اندی بکنه، اندی نتونسته انجامش بده، ولی سورش با ایلانا یه کاری میکنه که اون وجه دیگه‌ای که دقیقاً اینجا اشاره میکنه، میگه آدما دو وجه دارن، درونی و بیرونی، میگه نه، آدما بیشتر از دو وجه دارن. ببین یک ظرافت نوشتن این کار اینه. اندی وقتی که وارد میشه یه تصویری از ایلانا داره همونطوری که گفت و عاشق اون تصویر است و چون عاشق اون تصویر است نقاط سیاه و تاریک ایلانا رو نمیبینه. ایلانا بارها بهش میگه تو منو نمیشناسی، ولی اون میگه نه من تو رو میشناسم، کتابتو خوندم. بعد با کاشف بهمن میاد اصلا کتاب رو شوهرش نوشته، انگار که شوهر ایلانا رو میشناخته بیشتر تا خود ایلانا. ولی سورش یه کار دیگه میکنه، نمیاد با واسطه با ایلانا رابطه برقرار کنه، مستقیم توی صورت ایلانا روبروی ایلانا قرار میگیره، نگاش میکنه، میگه آها من فهمیدم تو چی هست. این باعث میشه که اون حالت مادرانگی، یک حالتی که گفتم دیگه، یه عشقی هم بهش حالا پیوند بخوره، یه اتفاقایی دیگه بیفته. یعنی آخرش اینجوری پیش نمیره، یه شکل دیگه ای در یه شکل کلا متنای این نویسنده کلا خیلی تویست زیاد داره، خیلی جذابه. اولش که نگاه میکنیم فکر کنیم با این متن معمولی ساکنی مواجهی که قراره همینجوری ادامه بده، یه ضربه بهت میزنه که قشنگ میمونی. تو همین ببر بنگاله من 2-3 جا قشنگ یهو اینجوری شد مثلا انتظار نداری اون اتفاق بیفته و خیلی استاده تو این قضیه، خیلی استاده تو این که بگی که خب تا الان فکر کردی اینجوریه، الان به ثابت میکنم که نه، اشتباه کردی. تو این متن 1-2 بار این اتفاق میفته، تو متنای دیگه‌ش هم که داریم واقعا. بخاطر همین تا آخر، تا جمله آخر میکشونته، چون هر لحظه امکان میدی که ضربه اولی که میخوری، چک اولو میخوری، انتظار داری که خب چک بعدی رو قراره کی بخورم و واقعا هم این کارو باهات میکنه، تا آخر نگهت میداره، منتظر که من الان میزنم. این خیلی مشخصه این آدمه. و یه چیز جالبی که در مورد بی ربط به نمایشنامه وجود داره و برای من خیلی، من عاشق رای ویلیامز بودم همیشه، به نظرم بازیگر من معرکه‌ای بود. آخرین بازی رای ویلیامز در زندگیش تو همین ببر بنگال در باغ وحش بغداد نقش ببر رو بازی می‌کرد، نقش حیوان بازی می‌کرد. این خیلی جالب بود. آره من رفتم خوندم، گفتم خب پس این آدمه، پس آدم معروفیه که یه همچین آدمی میاد بازی میکنه تو کاری که برای اون پولیسر بکنم نامزد برای جایزه نامزد شده گیره؟ نه نامزد شد. ببین خیلی ریزباف کار میکنه، یعنی ما شاید فکر میکنیم که یه جایی غافلگیرانه داره میپره وسط، ولی غافلگیری نیست. اگر که مثلا یه بار تا آخر بخونیم دوباره برگردیم از اول بخونیم میبینیم که نه، تمام اینا رو کاشته و اونجا داره برداشت میکنه، ولی انقدر ریز کاشته که شاید ما خیلی بهش دقت نکردیم. میگم از این لحاظ، از لحاظ مهندسی متن به نظر من خیلی کارش درجه یکیه و کار دوست داشتنی داره. حیوانات کاغذی هم میگم به نظرم از اون نمایشنامه‌هایی که کمتر خونده شده، کمتر دیده شده، ولی خیلی کار خوبیه به نظرم. بخونیمش اجراش بده ایشالله. این کارگردان اینجا نشسته قراره برامون حیوانات کاغذی رو اجرا بده. خب بچه‌ها حرفی، حدیثی، سخنی ببندیم جلسه رو. قربان شما، سلامت. من آهو امیر صمیمی، من حسام حسینی، من مهام شریفی. فعلا. فعلا.